خوشحالی حمله به ایرانه؟ اصلا نمیخوایم وحشی‌ها رو ببینم. اینجا تهران روز 6 جنگه. بعید میدونم ایرانی باشن. مادر و پدر و فامیل خودت دارن تو این کشور زندگی میکنن. ایرانی هم؟ آره. نمیدونم اینا دلشون به کی خوشه. اینا یه آدمای بیشور و نفهمی هستن، آدم فروشن، هم وطن فروشن. آدمای کثیف. هر فشاری که رومونه از منافقین و مزدورای داخلیه. یکی مثل اینایی که تو کشورهای دیگه نشستن خوشیاشونو دارن، شعار اینو میدن که ما وطن پرستیم. ما ایرانیم. اینا دارن 170 تا دانش آموز رو میکشن. اینا دارن مردم ایران رو میکشن. وطن پرست اون کسایی هستن که شبای سرد تو خیابونا میان برای جمهوری اسلامی، برای سود پدرشون اینجا به جماعت نشستن. انتظار داری کشوری که برای هیچ کس آبادانی به ارمغان نیاورده برای شما بیاره؟ چرا همچین فکری رو میکنی؟